بچه‌ها دو نوع آنتن داریم. دو نوع آنتن داریم. آنتن ها دو نوعن. یه نوع آنتن داریم که اصطلاحاً ما بهش میگیم آنتن آنالوگ یا آنتن شاخه‌ای، همین آنتنایی که بالای پشت بومای خونه ها هست. خاصیت آنتن آنالوگ چیه؟ خاصیت آنتن آنالوگ اینه که همه کانالا رو میگیره، اما ضعیف و قوی، ولی همه رو میگیره. یعنی کانال 1 رو خیلی قوی میگیره، 2 رو نسبتاً متوسط، 3 رو بهتر، 4 رو نسبتاً ضعیف میگیره، 5 رو خیلی عالی مثل آینه میگیره، 6 رو نسبتاً خوب، 7 رو خیلی خیلی، یعنی ضعیف و قوی ولی همه جا رو میگیره. این آنتن رو میگن آنتن شاخه‌ای یا آنتن آنالوگ. به قلبتون مراجعه کنید، ببینید آیا قلب شما این آنتن آنالوگو داره یا نداره. اگر داره هوسه. هر وقت دیدید یه آنتنی تو قلب شماست که آنالوگه، یعنی شاهینو خیلی دوستش داری، از نرگس هم بدت نمیاد، از شهناز هم خیلی خوشت میاد، دوست داری جمعه هم با پروین یه قدمی بزنی، نمیدونم لپای مهنازم بکشی. اگر دیدی یه همچه آنتن خراب شده ای تو قلب شماست، بدونید که عشق نیست، فقط هوسه. فقط هر وقت دیدید مدام از این شاخه به اون شاخه این کانال ها رو داره جا به جا میکنه. اما در برابر این آنتن آنالوگ یه آنتن دیگه هم داریم. یه آنتنی داریم که بهش میگیم آنتن دیجیتال. این دیش های مشابه رو میبینید روبروی اون ماهواره یا ساتلایت قرار میگیره، چشم تو چشم، دقیق، فقط متوجه همینه، فقط متوجه همینه. این آنتن مثل آینه میگیره، اما اگر یک ذره کجش کردی هیچ جا رو نمیگیره. هر وقت مراجعه کردید به قلبتون و دیدید که یا او یا هیچ کس، یا او یا هیچ کس، مطمئن باشید که عاشقش هستید. مطمئن باشید.